نیمه هیدرولیکه. ما به همین دلیل سیستم فرمون این گریدر رو بروز کردیم و به اصطلاح تمام هیدرولیکش کردیم و بروز شده سیستمش. همینطور که میبینید یه جک شیر اوربیتال سوار کردیم روی این گریدر. از همون لوله‌های فابریک استفاده کردیم و این زیر اکسل جلو یه جک 41 سانتی متری به قطر 9 سانتی متر یا 90 میلیمتر سوار کردیم. این جک به هر جهت